سلام بچه ها، من احیرم چنل من ادونچر. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. بچه ها، موضوع این ویدیو امروز درباره خطای دیده. جدیدا ما شده مثلا موزه های خطای دید سراسر دنیا که مثلا یه تصویر روی زمینه، خب، یا بعد یه انگار وایساده است، یا مثلا عکس سه تا آدم توی یه تصویر وقتی زدن که با هم بتونیم اینا رو ببینیم و مقایسه کنیم. فقط قبل اینکه بریم لایک یادتون نره، کامنت بذارید، دکمه سابسکرایب هم بزنید و بریم سراغ ویدیو. خب، برنامه رو که باز میکنیم ظاهرش همچین چیزیه: خطای دید، منبع، طراح برنامه، اشتراک گذاری، خروج. ما بریم رو خطای دید. این یه دونه رو من فقط دیده بودم، دروغ نگم. من اینو همین الان بهتون نشون دادم. این یه دونه رو من دیدم. الان این تاس انگار رو هواه، ولی در اصل رو زمینه. شدم نه، رو زمینه. یا این تصویر، این همون شکل سمت چپه، خب، ولی این داره میچرخه، این شکلی میشه وقتی میچرخه. یا این به هر کدوم ورش، به هر وری نگاه کنید قسمت‌های دیگه انگار دارن میچرخن. اینو به گوشه ها که نگاه میکنی قسمت‌های وسط میچرخن، یا به این گوشه نگاه کنی اون گوشه میچرخه. این اگه گوشیتون رو تکون بدید یا سرتون رو تکون بدید، اون سیاه‌های وسط تکون میخورن. این یه آدمه، منطق کاملا آدم طبیعی و اینا، ولی وقتی بچرخونیدش یه صورت دیگه است. این تصویر وقتی تکون بدید یا سرتون رو تکون بدید حرکت میکنه قسمت وسطش. این تصویر خطای دید خیلی جالبیه. این انگار یه درخت با 3 تا کبوتر، ولی اگه دقت کنید انگار صورت یه زنه، اون کبوترها هم چشم و دماغ و دهنشن، اون درخت هم اون موهاشه انگار. این تصویر هم تکون بدید تکون میخوره. این چیه؟ اینا وقتی به یه گوشش نگاه کنی اون ورای دیگه تکون میخوره. این انگار چپیا روی اینان، ولی در از اون ورم انگار راست. نه مثلا این نمیدونم چی حقیقتا. تکونش هم میدم چی نمیشه. تو این وقتی به هر جاش نگاه کنی اون قسمت تکون میخوره. این چیه؟ اگه به یه نقطه سفید نگاه کنی قسمت نقطه های دیگه سیاه میشه. این وقتی به یکیشون نگاه کنی اون یکی میچرخه. بچه نکته جالب، من انقدر به اینا نگاه میکنم وقتی به یه گوشه نگاه میکنم چیز میشه، انگار اون نقطه رو تکون میخوره. اگه شما این کار بکنید، الان کار بکنید، 30 ثانیه نگاه کنیم با هم. الان به یه نقطه نگاه کنید انگار نقطه رو تکون میخوره. خب، حرکات نماز پشت سر هم به صورت کلمه احمد ظاهر میشود. راست میگه، انگار نوشته احمد. این انگار یه نفر داره اینجا رو نقاشی میکنه. خب، وایسا، نه، این کلش انگار یه صورته. بعد یه نفرم داره این خونه سمت راستی که میشه چشم مرده رو نقاشی میکنه. خیلی جالبه. خود مردم شروع دماغ تصویر. گوشی تو برعکس بگیر. جاش. یه صورت دیگه شد باز. خیلی خطای دیدش جالبه. اینم همونه، به هر نقطه‌اش نگاه کنی مثلا به وسط نگاه کنی وسط میچرخه. اینم به گوش نگاه کنی باز تصویر میچرخه. نوشته حالا گوش تو برعکس. خب این یه تصویر پیرزن خیلی عادیه. جوون شد. واه چه جالب، دماغ پیرزن شد موهای دختره. خب این چیه؟ فکر کنم منظورش اینه که دود انگار داره از سر این مرده میاد. نمیدونم. چجوری باشه اینجوری شده؟
او چه جالب، از یه لحاظی انگاری روبروه این قسمتشو کات زدن، از لحاظی هم این انگار به بغل باش ازش عکس گرفتن. اینا کلی زن و مردن که تصویر شده شبیه کنم عیسیه فکر کنم. ببینید کیفیت این نقاشی رو زمینه ولی سه‌بعدیه. من اولش فکر کردم واقعا کنده شده این قسمت. اینجا هم همونطور باز رو زمین نقاشی سه‌بعدی کشیدن. بازم همینطور نقاشی سه‌بعدی، نقاشی سه‌بعدی، نقاشی سه‌بعدی. تا صبح نقاشی سه‌بعدی، نقاشی سه‌بعدی، نقاشی سه‌بعدی. او این چقدر خوب رو کامیون رو نقاشی کردن. مثلا انگار بیرون زده ازش. بازم نقاشی سه‌بعدی، نقاشی خیلی جالب. چقدر جالب. یه رو زمینه ها. این یارو هم اینجا همینجوری وایساده ولی انگار دارم میام بالا پیشش. سه‌بعدی، سه‌بعدی، سه‌بعدی تا صبح سه‌بعدی. اینم باز هر تقریبا خونه اون بر تکون میخوره. سه‌بعدی، سه‌بعدی تا صبح سه‌بعدی، سه‌بعدی. اینم گوشتو بچرخونه انگار این داره اینطوری میشه. نمیچرخه. این تصویر خیلی زیاد شده. مثلا چند وقت پیش یه دونه تو ویدیو نیما تکیدا دیدم خب که نوشته بود رو متن که اگه شتر رو پیدا کنی آلزایمر نمیگیری. اینو واقعا نیما میگفتش. اینو خیلی منم دیدم. میگفت فلان حیوان رو پیدا کنی فلانی. اصلا خیلی زیاد. حالا شتر واقعا توش داره این. نداره فکر کنم یه دونه دقیقا نداشته که اینا اومدن این حرکت زدن. این خیلی جالبه. از دوتا مرد با یه آسیاب بادی یه تصویر ساخته شد. اینم باز مثل همون درخت هستن کنید گله شده فرم صورت زنه. اینم که دماغش پروانه. این تصویر دیده بودم میگفتن ببینید چند تا چهره توی این میبینید. خب یکی که خود کلیه، یه دونه پیرمرد است، یه زن است، یه دونه این سمت راست، این قسمت سمت راست این قسمتی که داره این نیم دایره شکل میگیره، یه دونه همینجا دقیقا چپش، بعد همین. این چیه؟ دوتا سگن؟ نه گربن. 1 2 3 6 7 تا گربه است که تصمیم شد به یه صورت. خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروزمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. همونطور گفتم لایک یادتون نره، کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید تا ویدیو دیگه. بای بای.